میگویند فیل را که میخواهند با هواپیما از جایی به جایی ببرند، برای حفظ تعادل زیر دست و پایش جوجه مرغ‌هایی می‌ریزند. فیل ساعتها تکان نمیخورد، نمیخوابد، نمیآشامد تا به مقصد برسد. فکر میکند اگر پا از پا بردارد، تکان بخورد، جوجه‌ای یا مادرش را زیر دست و پای سنگینش له میکند. فکر میکنم این هیکل گنده و قدرتمند به جای قلب پروانه‌ای زیبا و ظریف دارد که در سینه‌اش میتپد. قصه های این کتاب را دو دستی و با احترام و با شرمندگی به آن فیل زورمند و پروانه قشنگش پیشکش میکنم. نویسنده: چرا با شرمندگی استاد؟ برای اینه که جهانی هست که اونجور قلبها داره کم کم از حالت پروانگیش در میاد و این خبرهای بدی که ما میشنیم از سرتاسر دنیا همه جا و عشق و محبت و انسانیت و اینها واقعا داره لطمه میبینه در همه جای دنیا، بیشتر از هر جایی. شاید زمانه ما اینجوری، من نمیدونم، زمانهای دیگه نبودیم.